تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی دولت نهم استخراج شده‌اند. مازاد درآمدهای نفتی در جایی به نام صندوق ذخیره ارزی پس‌انداز می‌شود. قرار بوده است این پول برای حمایت از تولید و پیشرفت کشور صرف شود. دولت خاتمی: میزان برداشت‌ها بر اساس قوانین بودجه. برداشت‌های بودجه‌ای: دولت خاتمی در 4 سال مجموعاً 20 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و تورم را تا 10.5% کاهش داد. دولت آقای احمدی نژاد: دولت آقای احمدی نژاد در 4 سال بیش از 5 برابر دولت خاتمی از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد. در پایان سال 87 تورم تا 25.4% افزایش یافت.